این مطلب از چیزی بادی بیلدینگ مطلب که موقعی مطلب ایسا گرفته دیگه در پاکستان دیگه زو بات که بس وان دمنی میدان برادر مطلب مستر آزرا که ایره بس بنیاد چیز دیگه تقریبا چیزی و 2 سال مطلب یمی چله دم سال این شروع کردیم مطلب زو بات بس برای میتر مستر ایشیا و غیره من شما شمولیت کردیم آره برای مستر ایشیا که است بس ما رفته در چه طرف یک دفعه در مالایشیا رفته زو بات که است باز در پاکستان همینجی مستر ایشیا شد باز در اینجی ایسا گرفتی اینجی ایسا گرفتی اینجی برادر چه شد همو برونز میدل مطلب تمام ایسی دویم نمبر آمدین چندم نمبر آمدین سیم نمبر آمدین اول خو گولد باز سیلور ازو بعد کستا برونز سیم نمبر بس دویم نواری دا مستر پاکستان کی ٹائٹل کی جیت کردین او دا سنه چند بود اون 1964 خو یم دلاور شده بود دلاورن خو همو مقابله منجمو شد دیگه جایم بود دیگه قسم دیگه ایتر اگو گیمی دیگه ایتر چیزا نداشتیم شوق نداشتیم بس فقط همی بادی بیلدینگ بود دیگه هیچ گیم ما بالکل مطلب هیچ شوق نداشتیم هیچ فوتبال وغیره دیگه دیگه در زمان یک کوتو بود اینجا نه دیگه کوتو بود خار داشت بطن خار داشت دیگه اینجا که است ما فوتبال گذار بود دیگه هم کونه چیزر میگرفتی دملیش تیکا پر مقدیم کزو خاطی بازی میگه شاو که مرا خدا بیامرز یکی میگه پای موبایل میگه خارا رو بدن خدمت نیست از منی پای مونه خارا ته می ټایټلی چې زره کې شمو مردین می د 1964 از لاور اینجا د کویټه مطلب تر کس دوستا یا قوم شادی نه وکړ کی و د چنه ما بودم کونان دولای امونه کم زر چې زکات الان خدا بیامرز بابیم د اسپیتال بود اونجا رفتم و هیچ خبر نبود غریب انتا اونجا 1965 جو فوت کرد هیچ دخم چی نشد دخم دیگه مطلب اونا خبرش نبود که گذار رفته بوجا چیکار کده چرا مطلب نبود نه چیز حکومت هم دخم چی نبود نه بلوچستانی نه هیچ کس قاون ماون نبود اینا میتر هیچ چیز نبودن نه بعد از او بعد کسی برادر ما دینی برادر خیر مطلب دمی دوران بادی بیلدینگ شروع کردیم مطلب بیشتر کردیم بعد یک روز میتونم جنار رو ما رفتم یک موتورکار بهترین نو موتورکار برادر ما در پالی مرسا داشتم اونجا گفت اسحاق بک شما هستین ما گفتم بله دگو داوجان خانقلات نیه او بود خودش گفت اگر ما میخوایم که شما خاطر یک چیزی حرف بزنیم یک امرای ما مطلب تعمیر ایوان قلات بالکل ما چرا خیر بلی گاڑی زیشت برادر مطلب رفت ایوان قلات دونج بس کزونا قاتی ما اینار هم مطلب چرا مکردم ورزش یاد میدادم نشه دیگه اون زده و آخر کزی قاتی 3-4 سال ما تیر کردم کدر داوجان نی کد خود خانقلات احمد یار خان کد زوقاتی خود زوم ورزش میکرد غریب دیگه اونا کافی کد مقادم مدادم کدن کافی دیگه دو زمان 60 روپیه تنخواه بود 60 روپیه بودن 60 روپیه دیگه نا که استمر 1000 روپیه دادن دو زمان 1000 روپیه دادن ما که آوردم میره دخانه است مایه میکست خدا نمازون دست نزد چرا گفتیرز بجا کدی تو یعنی یک قدر مطلب چیزا بود مطلب مردم 60 روپیه تنخواه بود دیگر بابا ما اون بزرگ ما دیگر اون غرض نگرفتم مطلب بس دیگر از ما اون ڈرایور که مر مرسن دخانه او رو ما گفتم باید پیسا که مطلب داوجان داده مالا ایکیم خودش دست نمیز نبره دیگه اون خدا خودش بجا کدی خیر بازم ڈرایور که سرافت ایکیم رو گفت بابایی مطلب کار اونجا مطابیر خان صاحب داده شد مطلب نزو باید کسته اولی داده دیگه پس همون سلسله که زنا قاطی بود بازینا کسته دموغیت ایوب خان برادر مطلب آماد نه بازینا کسته چی در رفتم دمی چی نام داری یارم چی بگم این چی نام داری
دماغ از ما ختم شده نه امی دمنی پاکستان کسته یارم خودم جای سخت جای کسته مری دمری در نتیجه اینا مطلب اینا اونج مطلب شده قسم بابان کچرم خود خانه دولجا چیزاره احمد یار خان دیگه بچه‌شم که قاتل ما اونج بودی که قاتل دیگه اونجا زده برادر مطلب زو وقت کسته برادر این خانقلات کسته برای حج رفت برای حج رفت برادر ازاد واپس آمد برادر ممشاو خاورم در خانه سوک باشن تو هم یک رولکس کردی دیست ما بسته یه مخانقلات کسته از اونجا که ارده بودن بس مطلب مرد بیدار نکده از دیگه مور شاو دیست بسته کرده بچر سوک باشن تو هم بابا یکی دزایره از اون بعد مطلب چیز خبر شد بس ما بزرگ خیر تنکی می پیش کردن دیکھ صاحب می که بچه که یک ورزشمن که می تنسازی تنسازی مونن در چقدر دیر مطلب جان کو تیار میکنه یاره خوب مهنت کنن مهنت بله شوق مثلا شوق مهنت چینم نه مهنت که مطلب او باید کم بیش از این تر فایده حاصل کرده باشه نه کم زر مطلب مفهمی نه این الفرض که بادی بولدر است مطلب اکسرسایز بازور مونه کم زر بازویش خوب میشه او بسیار اثر میده ولی زو بادی بولدر کسته او کسته بس شوق پیدا کنه او شوق پیدا کرد بازو کسته بس صحیح معنی اگر ورزش کنه دمنه 2 سال کسته فرست کلاس بدره جواب میده دو نیم سال مطلب برای مقابله تیار شده میتونه دهی آجکل دور بچه کی ورزش مونه نومی ترشنیده که اینا ड्रग्स इस्तेमाल ना ये वो इंजेक्शन वगैरह खुदों पर मिलना ده دور شما می چیزا بوده یا نه؟ چی تو سوال بد ما خدای ما خود متعینالی ما حالی تعالی اینا 55 سال شد مرد دمیلین تابال ما انجکشن ندیدم تابال شکل ندیدم مطلب این توان داره برای توان چی مو به قدر توان که به انتها توان به این توان چطوره اینا تو بادی بیلدینگ منی خود تو ورزش منی این کمالی است تویه که تو جان خود جور منی آنی که تو انجکشن میزنی خود خود مطلب تو رو حماس دلجی منه فهمیدی حماس خدی مطلب کار استوخ نشد نه کمال استوخ نشد کمال از انجکشن شد یا رزشن شد نه کمال ازوی بازو کسته نپایداره این است مطلب وقتی طور پر طور نشان میده که مطلب حماس خدی فرض کرد لیکن دیگر شو برتو هیچ یعنی چیز است بس این بچه همی که ورزش که تنسازی اگر گو عمل داشته باشه بس جان ازی تر جور مش نه بس عمل سیگریت یا نسوار وغیره این چیزا سیگریت وغیره که است مطلب چندان اهمیت نداره لیکن یک چیز است مطلب سیگریت که نقشه نه اون به نسبت چیزی که است و آدم دیگه که است حضور زیاد مطلب کار گرفته میتونه ورزش گو آدم سیگریت کش خسته مطلب نمیتونه یعنی خوب خراب شده دیگه کسی که مطلب انجکشن دیگه خب یک سراسر بینشد چیز است یک قسم که خود در گردوی خورسی بسته بودی چندی آدم ها مرد چندی بچه ها مرد خوب ناظرین شما به یک صاحب شنیدین که در چقدر مطلب بیسر و سامانی اینا کستا خودون خورا دو دفعه تایتل مستر پاکستان ماشاءالله بردن دیگه در آجکل اگر بچه محنت کنه دهی ترسر و سامانی دهی در ساز و سامان دیگه مستر پاکستان اونا هم برده میتنه چون اینا خود مضبوط کنن محنت کنن دیگه به یک صاحب مو یک ریزه وقفه میگری یک دوستای مو ممی داود سرخوش غزل چیره بسیار خوش کردن اونا بر فرمایش کردن مچید تیوی दिल जुर्खे नई नूरी दूधी दे